سرخط مهمترین خبرها: واکنش سفارت تاجیکستان به بازداشت گروه مهاجران تاجیک. امامعلی رحمان در جلسه رهبران سازمان یورزیس شرکت کرد و تاجیکستان و قرقیزستان بار دیگر توافق کردند که از درون‌ها استفاده نمیبرند. درود بینندگان عزیز، برنامه نوید بامدادی است که با آخرین خبرها از استودیوی دوشنبگی رادیوی آزادی تقدیم شما می شود. امروز 26 می است و ساعت در دوشنبه 9. سفارت تاجیکستان در روسیه میگوید مهاجران تاجیک که در شهرک کتلنیک ولایت مسکو بازداشت شدند پس از تفتیش سندهایشان آزاد شدند. رادیوی آزادی فعلا نمیتواند مستقلانه این خبر را تصدیق کند. در اظهارات سفارت که به گاه 25 می پخش شد، گفتن نشده است که در عموم چقدر مهاجران تاجیک بازداشت شدند و سبب دستگیر شدنشان چیست. مسئولین سفارت تنها گفتند موضوع بازداشت مهاجران در شهرک کتلنیک را پیگیری دارند. پلیس روسیه شب 23 و 24 می نزدیک به 100 مهاجر تاجیک را در شهرک کتلنیک ولایت مسکو بازداشت کرد. بعضی از شاهدان میگویند این تعداد مهاجران را از قهوه‌خانه‌های دیدار، راحت، امینه و 33 هاوس بردند. دو شب پیشتر 300 نفر را دستگیر کرده بودند. بازداشت و لطکوب مهاجران و دانشجویان تاجیک در روسیه از سوی نهادهای قدرتی این کشور در یک هفته اخیر یک بار زیاد شد. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان سفیر روسیه در دوشنبه را دعوت کرد و از وضع پیش آمدن نگرانی نمود. امامعلی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان در جلسه رهبران اتحاد اقتصادی اوراسیا یا یورزیس شرکت کرده است. جلسه روز 25 می در شهر مسکو برگزار شد و امامعلی رحمان آنلاین در آن سخنرانی کرد. تاجیکستان اعضای این سازمان زیر نظر روسیه نیست و بر اساس خبر رسمی امامعلی رحمان در جلسه به حیث رهبر دولت دعوت شده برآمد کرده است. به نوشته دفتر مطبوعات پرزیدنت تاجیکستان، رئیس جمهور از افزایش داد و گرفت با کشورهای عضو اتحاد اقتصادی اوراسیا توصیف کرده است. به گفته امامعلی رحمان، قریب نصف صادرات تاجیکستان به کشورهای عضو این سازمان است. ولادیمیر پوتین در این جلسه گفته است امیدوار است که تاجیکستان و ازبکستان همکاری خود را با کشورهای عضو یورزیس بیشتر میکنند. در خبرنامه‌های رسمی که رسانه‌های دولتی تاجیکستان و روسیه پخش کردند، چیزی درباره وارد شدن تاجیکستان به اتحاد اقتصادی اوراسیا گفته نشده است. روسیه از سال 2014 از زمان تأسیس اتحاد اقتصادی اوراسیا تاجیکستان را برای پیوستن به آن تشویق میکند. مقامات تاجیکستان تا این دم از پیوستن به این سازمان خودداری میکنند. بعضی از کشورهای عضو مثل قرقیزستان میگویند در فکر ترک اتحاد هستند. نمایندگان تاجیکستان و قرقیزستان به سازش رسیدند که در منطقه‌های سرحدی از درون یا بسرنشین و تکنیک سنگین حربی استفاده نکنند. سازش روز 24 می در ملاقات رئیس سوقد تاجیکستان رجبای احمدزاده و رئیس بادکنی قرقیزستان عبدالکریم علیمبایف به دست آمده است. خبری به این مانند را احمدزاده هنوز ماه فوریه امسال گفته بود. بخش قرقیزی رادیوی آزادی با تکیه به دفتر مطبوعاتی حکومت بادکن نوشت درباره پرواز نکردن هواپیماهای بسرنشین در منطقه‌های نزد سرحدی موافقه شد. دفتر مطبوعاتی حکومت ولایت سوقد واقعی را تصدیق کرده اما در مورد درون‌ها چیزی نگفته است. پس از زدوخورد مسلحانه در ماه سپتامبر سال گذشته، استفاده از بسرنشین یا درون در سرحد تاجیکستان و قرقیزستان داغ شد. یک دختر 19 ساله در قرقیزستان دوام 10 سال از سوی پدرش تجاوز شده است. جزیره که تمام این مدت از ترس به کسی لب نگشوده بود، علیه پدرش به دادگاه شکایت برد. به نقل دختر، پدرش تهدید میکرد است که اگر حادثه آشکار شود او را قتل و خواهرش را تجاوز میکند. جزیره زندگی پرماجرای خود را به خبرنگار بخش قرقیزی رادیوی آزادی نقل کرد. روزی تولد خواهرش برای جزیره دهشتناکترین روزی زندگیش شد. مادر در زایشگاه بود و او با پدر در خانه تنها ماند و تجاوز شد. جزیره آن زمان همگی 8 سال داشت. من خوب بودم و او به نزدم آمده گفت مادرت دختر تولد کرده است، من باید با تو کاری کنم. او با زور مرا تجاوز کرد. من بسیار گریه کردم، داد زدم، گفت گریه نکن وگرنه میکشمت. اگر به مادرت گپ زنی او را هم میکشم. وقتی او از تولدخانه برگشت، رفتارت باید معمولی باشد. از ترس تهدیدهای پدر، جزیره 10 سال در این باره به کسی، حتی به مادرش چیزی نگفت. تمام این مدت پدر پیوسته دخترش را تجاوز میکرد. زمانی نورسی جزیره قصد خودکشی کرد. حادثه زمانی آشکار شد که دختر با هدف تحصیل از دهه بیرون رفت. او به مقامات تفتیشاتی از 43 حالت دست درازی پدرش نقل کرده است.
او پیوسته مرا به خانه دعوت میکرد، مجبور میکرد که بیایم. من از این همه خسته شدم و مجبور شدم که آشکار کنم. فکر میکردم کسی به من باور نمیکند زیرا من خرد هستم. همه پدری مرا آدمی خوب فکر میکردند. وقتی خرد بودم به پدرم باور میکردم. او میگفت که این کار را به خاطر میکند که مرا دوست میدارد. دو ماه پیش پدری جزیره را بازداشت کردند. حالا دختر با مادرش با فشار از سوی خویشاوندان پدر روبرو شدند. به گفته وکیل دفاع جزیره، پدر او خود را بیگناه می‌داند و گفته است او را تهمت دارند. مادرم خیلی خراب شده است. او چیزی نمیخورد. آنها هم بودند که میگفتند تو ویران شده ای. مادرت هم. شما برای پول و خانه پدرت را تهمت کرده ایستادید. ولی برای من چیزی در کار نیست. حالا جزیره 19 ساله در دانشگاه تحصیل میکند و آرزو دارد که زودتر این همه دهشت‌هایی که از کودکی به همراه دارد پایان یابند. دختر حالا از آن ترس دارد که ممکن است پدرش آزاد شود. تا جای فهمیدم به دادگاه پول پیشنهاد کردند. من پول ندارم. نمیتوانم دادرس را با پول بخرم. او میگفت من از چیزی نمیترسم. من میتوانم شما را بکشم. تو را و مادرت را قتل و خواهرت را تجاوز میکنم. او باید تمام عمر در زندان بماند. قرار اولی دادگاه در نسبت پدر جزیره باید روزهای نزدیک اعلان شود. حالا محاکمه او ادامه دارد. به نزدیکی جانب‌ها را با هم روبرو میکنند. وکیلان دفاع جزیره برای پدر او حکم ابد طلب دارند. روزنامه‌نگاران، صاحبکاران، فیلمسازان و آهنگسازان در دایره یک فستیوال در دوشنبه جمع می‌شوند. فستیوال همساله بیزنس، تکنولوژی، مدیا و فرهنگ گوایرل روزهای 26-27 می در کینوتئاتر زیبونیسا برگزار می‌شود. مسئولان چاره‌بینی گفتند در چاره‌بینی شرکت بیش از 30 برآمد کننده از بخش‌های مختلف در نظر است. قرار است اینچنین آوازخوان دانیل رستموف، گروه اوستا و هنرمندان افغان و آمریکایی در گوایرل برآمد کنند. گوایرل فستیوال منطقوی است که همساله در کشورهای آسیای مرکزی برگزار می شود. چاره‌بینی از سوی دپارتمنت دولتی آمریکا مبلغ گذاری می شود. فستیوال در تاجیکستان را نمایندگی انستیتوت انعکاس جنگ و صلح می گذراند. بخش یک روز تاریخ را همکارم خیرامان بقازاده تقدیمتان می کند که مهمترین تحولات تاریخی در روز 26 می را فرا می گیرد. می 26 می سال 2011 در دوشنبه نخستین جلسه سهامداران نیروگاه برق آبی راغون برگزار شد. تاجیکستان ساختمان این نیروگاه را مهمترین راه دستیابی به استقلالیت انرژتیکی مینامد. از فروش سهمیه ها 890 میلیون سامانی پول مردم جمع آوری شد و مقامات گفتند مردم به دیویدند و یا سربخش سهمیه ها تنها پس از انجام ساختمان نیروگاه می توانند امید بندند. موافق نقشه قرار است ساختمان راغون سال 2027 به انجام رسد. 26 می سال 1928 در جلسه فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال اولین بار قرار شد که در 4 سال یک بار مسابقه های جهانی فوتبال برگزار شود. تا حال این مسابقه ها مهمترین سبقت بهترین دسته های فوتبال جهان به شمار می رود. 26 می سال 2018 در دوشنبه طفل 9 میلیون نفره چشم به دنیا گشاد. طفل خوشبخت نصیبه را نظیره مولاجانова اقتصاددان 28 ساله به دنیا آورد. به این عائله حکومت تحفه‌های گرانبها تقدیم کرد. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 134-136 تومان برابر است. $100 آمریکایی باشد تا 1092 تومان ارزش دارد. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید در هفته روان بود. خوشحالم که این هفته در خدمت شما بودم. برای گرفتن خبرهای نو در روزهای استراحت لطفاً به سامانه رادیوی آزادی با نشانی azadi.org و صفحه ما در شبکه‌های اجتماعی مراجعه کنید. تا هفته بعدی، خدا نگهدارتان.